خبر بسیار خوب از این به بعد میتونه این باشه که آقای دکتر پزشکیان و معاون محترم وزیر سمت آقای مهندس عطابک خودشون سابقه بسیار خوبی دارن. کارت بازرگانی تولید کنندگان بدون کارخونه هم مثل کارت بازرگانی تولید کنندگان که بر ما عزیزن و تولید کنندگان بدون کارخونه بارشون رو دوش دولت کمه، مدت کارت بازرگانی تولید کنندگان بدون کارخونه هم 5 ساله بشه و اینه که تولید کنندگان بدون کارخونه هزینهشون رو دوش جامعه و ثروت ملت کمتره. ما تقاضامون از آقای دکتر پزشکیان و آقای وزیر محترم آقای مهندس عطابک و تمامی معاونت‌های وزارت صنعت اینه که تسهیلگری کنن که کارت بازرگانی تولید کنندگان بدون کارخونه هم 5 ساله بشه که بتونن با اشتیاق تمام در به حوزه سمسوی صادرات برن. خیلی ممنون. اینو داریم الان این کار انجام